تعلمون. پس اگر نمی‌دانید از آگاهان بپرسید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما عزیزان. امیدوارم در هر کجا که هستین همیشه شاد و خوش و خرم باشین. خداوند را شکرگزاریم که در این شب‌های سرد ما را به کانون گرم خانه‌هایتان پذیرفتین. در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگر از برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت نیز در خدمت جناب دکتر احسان الله مبارز هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید دارم و جناب دکتر بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی خویش سلام عرض می دارم و از الله تبارک و تعالی دعا گویم که ما را مورد لطف و عنایت خویش در مجموعه مسیر زندگی تا دم مرگ نگه دارد. آمین. جناب دکتر اگر به سوالهایی که باقی مونده بود از تماس‌های بینندگان در هفته گذشته بر بگردیم، چند تا سوال مونده بود و از اونها شروع میکنیم. سوالا که بیننده اول سوالشون این بود که من نماز میخوانم ولی یک مشکل سلسل بول دارم و مجبورم میشه وضو بگیرم. یعنی طریقه وضو گرفتن برای نمازها باید چگونه باشه در این قسمت؟ الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من اتبع هداهم الی یوم الدین و بعد. در موضوع سلسل بول حکم او همین است که برای هر نماز وضوی جداگانه میگیرد تا به پایان نماز و حکم او قیاس شده به حکم مستحاضه یا که زنی که خونریزی داشته باشد و مرض خونریزی گرفتار بوده باشد در غیر از حیض و نفاس، اون هم برای هر نماز وضوی جداگانه میگیرد و نماز خدا میخواند، چون در جریان نماز و در جریان عبادت بارها وضوی از او میشکنه. الله چون در توان اون است، در اینجا الله تبارک و تعالی را عفو گذاشته و یکی از امهات المؤمنین زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها گرفتار به خونریزی بودند که حتی در نماز که ایستاد میشدن گاه زیر پای از اونها تشتی را میگذاشتن، کاسه و ظرفی را میگذاشتن که خون در جای نماز و غیره سرایت نکنه. با آن هم نماز خود ادامه میدادن و برای هر نماز یک وضو باید داشته باشد. بله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون این بود که اگر کسی برای کسی دیگه کاری معرفی بکنه، بعد خب اون شخص به شخصی که کار رو براش معرفی کرده یک شیرینی، یک هدیه‌ای بده، آیا این شیرینی و هدیه‌ای که به اون طرف داده حرامه یا حلال؟ اینجا برمیگرده به موضوع نحوه کار اون شخص یا وظیفیت اون شخص. اگر مسئول اداری دولتی در یک ارگان دولتی و ارگان رسمی هست و بخش کاریابی، اینجا در بدل خدمت گذاری خود هر آنچه که از مراجعین و ملت میگیرد این جزئی رشوت هست و نادرست. اما یکی از اداره های کاریابی یا وسیط و غیره این بوده باشد که جزئی از شرکت های کاریابی عام هست، در اینجا شرکت های تجاری برای کاریابی در اینجا در بدلی و مقرر هست که در بدل خدمت رسانی خود و کاریابی خود به اشخاص پولی مشخصه از اونها میگیرد. اینجا امر واضح هست و اساس قرارداد و رضایت طرفین اشکالی در وجود ندارد. اما
در عام حالاتی که شخص به اساس این که یعنی کار خیر و ادای خیری کار را انجام میدهد، در بدل او شخص جانب مقابل به حیث اظهار امتنان چیزی به او میدهد، این هم اشکال برای اونها نیست. اما در کار خیر نباید قیدی در این وسط بوده باشد ورنه خیریت او از بین میرود. درست. جزاکم الله خیر. آخرین تماسی و آخرین سوالی هم که مونده از هفته گذشته این است که بیننده پرسیدن بر زبانم بعضی از کلمات کفر و زشت جاری است همیشه، ولی از این کار راضی نیستم و میخواهم توبه کنم، چه راه حلی وجود داره برای توبه؟ من از الله تبارک و تعالی استغفار بکنم و همیشه از الله تبارک و تعالی دعاگو باشن که الله تعالی اونها را از این مرض و از این مشکل نجات بده. و بس اوقات برخی از اینها با مشکل عصبی هم تعلق میگیرد که باید در حل او از طریق تداوی و غیره که لازم هست و رفع مشکلاتی که او را وادار ساخته تلاش بکنند. و مسئله عمده در اینجا هست که بعد درباره الله تبارک و تعالی رجوع بکنن و جدی از الله تبارک و تعالی بخواهند که این مشکل و مرض از اونها دور بکنه. و نکته محوری و اساسی در این قضیه و در عموم قضایایی که به توبه و ترک عادتهای زشت تعلق دارد، جدیت شخص در قضیه تعامل با او هست، چی در ادای فرایض و چی در ترک منکرات و بدیها. وقتی که انسان جدی بود و حس بکنه که سخن ما، کردار ما در برابر کی هست، جانب معامله ما الله تبارک و تعالی هست و چه شخصیتی هست، در سخت‌ترین حالت خود کنترل میکنه. قسمی که در نزد رئیس جمهور، استاندار و دیگر مسئول بزرگه، با آن که سخت‌ترین یعنی غصه و قهر به او پیش میآید خود کنترل میکنه، به خاطر که تصور ای را داره که پیش روی چه کسی استاده هست و با چه کسی تعامل دارد. به همین شکل باید الله تبارک و تعالی آخرت، جنت و دوزخ و این چیزها را در خاطره خود، در حافظه خود دقیقاً جایگزین بسازه و به اساس او تعامل بکنه و بعد تعامل خود جدی بگیره به همون اساس و به حدی که معرفت او از الله تبارک و تعالی و حضور قلبی حضور الله تبارک و تعالی در قلب او ریشه داشت، به همون انداز او میتونه که خدا کنترل بکنه و از ترک اوامر الهی و یا از ارتکاب کارهای زشت و مخالف شرع خودداری بکنه و به توبه موفقیت پیدا بکنه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون این بود که یعنی سوالایی که از SMS های گذشته و SMS هایی که کلا بینندگان میفرستن به کانال این است که پرسیدن من در حق پدر بزرگم بد نبودم، ولی از روی نادانی و کم تجربگی آنچنان که باید خوب نیز نبودم. حالا که او به رحمت خدا رفته من ناراحتم، چه کار باید بکنم که خداوند هم از من راضی و خوشنود باشد؟ اینجا نکته اول از تعاملات سوء و نامناسب خود از الله تبارک تعالی معافی بخواه و همچنان برای پدر بزرگ خود از الله تبارک تعالی دعای مغفرت و دعای رحمت بکنه و میتونه که در زمان صدقه و کار و صدقه جاریه یا که صدقه و کار خیر انجام بدهد و برای پدرکلان خود و الله تبارک و تعالی ایرا جزی از حسنات ای و جزی از حسنات پدر بزرگش به شمار بیاره با یک تیر با یک دوش. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی آقای بیننده از تربت جام هستن که یک دعای فرستادن به یعنی دعاش این است که نوشتن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم
هو الاول والآخر والظاهر والباطن بیده الخیر یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. بعد پرسیدن که آیا این درست است که هر کس این کلمات را روزانه بخواند الله به او 6 نعمت عنایت می‌فرماید؟ بنابر تفسیر روح المعانی گفتم. بفرمایید. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من تبع هداه الی یوم الدین. دعایی که برادر عزیز پرسیدن در مجموع الفاظی در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده، اما دعا با این الفاظ یک جا و با این فضیلتی که آمده هیچ نوع سند صحیح و قابل اعتبار در کتب حدیث نداره. بله. جزاکم الله خیر. بیانیه بعدی باز نوع سوالشون ارتباط داره با دعا و پرسیدن که 18 سال است برای حل مشکلم دعا میکنم ولی تا حالا حل نشده، چه کار کنم؟ بفرمایید. اینجا دعا که از الله تبارک و تعالی می شود دعا برمیگرده موضوع عدم پذیرشی و به اینکه یا الله تبارک و تعالی همین دعا و محتوایی که میخواه او را برای او شخص مناسب ندیده و مشکلی بزرگتر و مهمتری را برای او حل ساخته در بدل او، یا یکی عیناً دعایی را برای ذخیره برای آخرت انتخاب میکنه و در بدل کمبودی که در اینجا داره پاداش او را نزد خود و مقام اخروی او را بلندتر میسازه. و یکی از عوامل عدم پذیرش دعا که در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده، یکی عدم جدیت شخص و قاطعیت او در دعا هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که الله تبارک و تعالی دعا را لا یقبل دعاء من قلب لاهن، از قلبی که غافل بوده باشد، یعنی کاملا متوجه و 100% توجه او به الله تبارک و تعالی و التجا و درخواست خود از الله تبارک و تعالی و به مسئله خود نبوده باشد، از قلب غافل الله تبارک و تعالی دعا را قبول نمیکنه. همچنین پیامبر علتی دیگری در اینجا در اکثر دعاهای ما هست که در حدیث دیگر بیان شده که میگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که شخص در خوراک خود، پوشاک خود هیچ نوع اعتنایی نمیکنه که آیا از حلال هست یا از حرام. مسیر و رفتار خود، عملکرد خود هیچ نوع در او توجهی ندارد که درست هست یا که نادرست، مطابق رضای الله تبارک و تعالی گام میبرداره یا که برخلاف او. اما بعد از او دست برداشته از الله تبارک و تعالی، خوراکی او حرام است، پوشاکی او حرام است، زندگی او بالای حرام بر حرام پیش می رود، دست بلند کرده به الله، از الله تبارک و تعالی دعا میکنه که الله تبارک و تعالی این حاجت مرا برآورده که و این مشکل مرا حل بساز. و اینجا پس چی توقعی از الله تبارک و تعالی داشته باشه؟ چون او الله تبارک و تعالی در قرآن کریم میفرماید که فاذا سألك عبادي عني فإني قريب اذا اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وقتی که بندگان ما راجع به ما از تو پرسان میکنن، پیامبر گرامی ما صلی الله علیه و آله و سلم بگو که الله تبارک و تعالی نزدیک هست، من به اونها نزدیک هستم. حتی در آیت دیگر الله تبارک و تعالی میفرماید که از رگ گردن هم به اونها نزدیکتر است. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعای دعا کننده را میپذیرم، قبول میکنم زمانی که از من دعا بکند، ولی دو شرط دارم. فلیستجیبوا لی، باید آنها فرمانهای ما را هم بپذیرند، ولیؤمنوا لی، و باید به من ایمان بیارن. ایمان و اعتقاد و باورمندی به الله تبارک و تعالی و آنچه که الله تبارک و تعالی ما را مکلف به ایمان به او ساخته. یک نکته مهم، شرط دوم، عمل پیرا شدن به آنچه که الله تبارک و تعالی ما را مکلف به انجام آن
ساخته. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که میگن کسی که خورد و نوش او و زندگی او بر بالای حرام هست و به حرام پیش می رود، توقعی از الله تبارک و تعالی در مورد پذیرش دعای خود نداشته باشه. می شود که الله تبارک و تعالی بپذیره، یعنی ناممکن نیست که الله تبارک و تعالی دعای او رو گاهی بپذیرد، اما اصل این هست که کسی که به این شکل و به این حالت بود، استجابت دعای او از الله تبارک و تعالی خیلی فیصدی اون ضعیف هست و اینجا مشکل خود حل بکنه، با الله تبارک و تعالی خود نزدیک تر بسازه، خود پیوند خود با الله تبارک و تعالی نزدیک بسازه تا الله تبارک و تعالی دعای او را و درخواست او را بپذیره. بله، جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده از بوکان فرستادن که سوالش این است که نماز سنت را باید قبل از اذان بخوانیم یا بعد از اذان؟ نماز سنت را هم یعنی مطلب بیننده عزیز ما، نمازهای سنت های قبل از نمازهای فرضی هست، سنن رواتب که اونها بعد از دخول وقت خوانده می شوند، اگرچه قبل از اذان هم بوده باشد. یعنی برای ادای فرض و برای ادای سنت های مرتبط به فرض دخول وقت نماز لازم هست، نه غیر. یعنی اذان برای صحت نماز شرط نیست، بلکه شرط است که وقت نماز شده باشد. بله. و دلیل این هم حدیثی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند باره که زمان میآید که امرای بالای شما حکمران میشوند که نمازها را از وقتشان به تأخیر میخوانند. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین فرمودند که ما آیا با اونها جنگ نکنیم؟ پیامبر اکرم فرمودند که نه، تا با وقتی که نماز را برپا می‌دارند با اونها جنگ نکنید. و در موضوع تأخیر نماز فرمودند که در خانه هایتان بخوانه، بعد از او در جماعت با اونها هم شریک شوید تا که یک انسجام و وحدت امت اسلامی حفظ شود. اگرچه موقف اشتباه دارند، اما اینجا حفظ وحدت اسلامی و امید این که به اثر نصیحت و تغییر اوضاع وضعیت بهتر شود و رشد به بهبودی رشد بکنه، به او اساس به امید باید که وحدت حفظ شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که پس نماز رو بر وقتش در اول وقت در خانه هایتان بخونه و بعد از او در جماعت با اونها حاضر شود. و عموما اذان هم که بود قبل از ادای جماعت با مدتی فاصله کوتاه اذان داده میشد، نه در اول وقت و اینکه نماز بعد از وقت بوده باشد. لذا اونها که نماز در وقت میخواندن حتما قبل از اذان نمازشان را ادا میکردن. و این دلیلی هست که قبل از اذان درست هست که نماز خوانده شود بعد از دخول وقت. شرط برای صحت نماز دخول وقت است، نه اذان. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آیا آیه و دعایی برای رفع بدهکاری وجود دارند؟ دعاهای متعدد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای این هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در دعایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میخواندن در نماز طوری اکثری بعد از تشهد و درودها، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعای میگه اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جهنم. بار الها از عذاب قبر و عذاب دوزخ و از فتنه دجال از تو پناه میخوام، و اینجا از فتنه های زندگی و مرگ و اعوذ بک من المأثم والمغرم، برای از گرفتاری در گناه ها و از گرفتاری در قرض و تو پناه میخوایم. همچنین در دعای دیگری هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید اللهم انی اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من الجبن. بار الله از بخل و از بزدلی و تو پناه میجویم. و در ادامه میگن که اعوذ بک من غلبت الدین و قهر الرجال. بار الله از غالب آمدن قرض بر من و
چیره شدن مردها و بالای پنهان میجویم به تو. و دعاهای متعددی هست که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای این ثابت هست و خواندن هر یکی از آنها در این قضیه مفید هست. و موضوع دوم که در اینجا باید به پرسنده عزیز یادآور شویم این هست که در دعا از الله تبارک و تعالی صدق قلبی شخص و درست ساختن رابطه خود با الله تبارک و تعالی و حضور قلب هنگام دعا این مهم هست. میتونه که با الفاظ خود هر آنچه که به قلب تو به فهم تو نزدیکتر بوده باشد، خضوع و خشوع و عاجزی تو نزد الله تبارک و تعالی در او بیشتر بوده باشد، به همون الفاظ با زبان خود دعا بکنی و او برای تو شاید بهتر بوده باشد. شرط نیست که باید تو دعا را با الفاظ عربی بخوانی و مخصوصا در حالی که تو عربی بلد نباشی و ندانی که چی میخوانی. از اون بهتر است که دعا با الفاظ خود در خارج از نماز اگر بوده باشی به الفاظ خود از الله تبارک و تعالی بخواهی و با صدق دل به همون شکلی که یعنی از الله تبارک و تعالی دلت میخواهی که باید الله تبارک و تعالی با تو تعامل بکنه، از الله تبارک و تعالی جدی میخواهی. و یکی مسئله دیگری را هم در دعا باید در نظر داشت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند از الله تبارک و تعالی در دعای خود نگویید که بار اله اگر میخواهی این کار برای من انجام بده، چون الله تبارک و تعالی را کس مجبور کرده نمیتونه، ولی باید جدی از الله تبارک و تعالی بخواهی. خواست برایت میپذیره و انجام میدهد، نخواست کسی را مجبور کرده نمیتواند. لذا از الله تبارک و تعالی نگوید که بار اله کار ما را انجام بده این شئت اگر میخواهی. این نکته مهم است که بسیاری ها در دعای خود در او اشتباه میکنن و به غلط میروند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی آقا محمد از زاهدان سوال کردن که آیا نگاه کردن به نامحرم حرام است؟ شکی نیست. بله. خودش میداند نگاه با نامحرم حرام است مگر اینکه نگاه تصادفی بوده باشد. بله. که در حدیث علی رضی الله تعالی عنه است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برایشان گفتند که فانما لک الاولى وليس الثانیه. ناگهان چشم او بر نامحرم میافتد. در اینجا نظر اول، دیدی اول که با او افتید عفو است، اما بار دوم که تکرار کرد یعنی فوراً هست که حکم قرآنی هست که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، باید که چشمهای خود ببندن. وقتی که دوباره نبست و دوباره چشم خود پست نکرد و نبست و دوباره بار دیگر به قصد خود نگاه کرد، اینجا یعنی دیدی دوم گناه هست برایش. اما این که ادامه بدهد اینجا جزئی از راهکارهای شیطان هست و از الله تبارک و تعالی از او پناه بخواه و مغفرت بخواه که الله تبارک و تعالی او را ببخشه و برای آینده او را حفظ بکنه. آمین. سوال بعدی بیننده خواهرمون مریم از ایران سوال کردن و سوالشون تقریبا طولانیه. اینی که آیا از نظر شرعی جایز هست زن کسی باشی که به عنوان بسیج به سپاه پاسداران خدمت میکنه؟ آیا حقوقی که میگیریم حرامه؟ تو رو خدا کامل برام توضیح بدین. من به عنوان همسرش باید چیکار کنم؟ باهاش زندگی کنم یا ازش طلاق بگیرم؟ در ضمن شوهرم آدم خوبیه، نمازخونه، روزه میگیره، سر کارش هم حق کسی رو ضایع نمیکنه. یعنی اخلاق شوهرش گفته و اینکه کاری که میکنه در بسیج و سپاه باشه. اونجا یعنی در موضوع همسرداری با شخصی که کارهای خلاف شرع انجام میدهد، تا به یکی در دایره کفر نبوده باشد، اینجا جدایی میان آنها لازم نیست و اون به گناه خودش هست و ما با مسئله خود ما باید تلاش بکنه در همیشه که او را از
کار خلاف شرع که جاسوسی بر ضد مسلمان ها هست باز داره و او را قانع بسازه که از این کار خلاف شرع خودداری بکنه. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی آقا احمد از اصفهان سوال کردن که من از روی عصبانیت و نادانی زنم را 3 طلاق گفتم. 1 سال شده که این حرف زدم، آیا این طلاق واقع شده و چه کار باید بکنم؟ موضوع عصبانیت در طلاق برمیگرده به درجه عصبانیت. اگر عصبانیت او به حدی بوده باشد که اعصاب او کاملا از کنترل او بیرون بوده و نمیدانسته که چی کرده و چی میکنه، بله. بعدها کسان دیگرها برایش بگوین که تو در این جریان این حرکت را انجام دادی، یا اینکه کاملا اعصاب او از کنترل او بیرون بوده باشد، یعنی تصرف فی او خارج از کنترل کلی او بوده باشد. در این صورت یعنی تعداد زیادی از علما هست، جناب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله و دیگران از علمای حدیث که این طلاق او را قابل اعتبار نمیدانند و این شخص معذور حساب میکنن به در حکم شبه جنون. پس در اینجا اما در صورتی که بالای تصرفات خود کنترل داشت و عصبانیت و قهری که به هر شخص طور عادی پیش می آید بنابر عوارض، در اینجا مانع حکم شرعی طلاق نمی شود و طلاق در این صورت در این حالت صورت می گیرد. یعنی برمیگرده به درجه عصبانیت که در حد اعلای او بود که از کنترل او بیرون بود یا هیچ نمیفهمید راجع به او، در اینجا حکم جنون شبه جنون به خود میگیره و معذور هست. اما در صورتی که بالای اعصاب خود و بالای تصرفات خود کنترل داشت، بله، میدانست که چی میکنه و چی انجام میده، در این صورت غضب عادی و عصبانیت عادی اعتبار عذری ندارد و عموما طلاق ها هم اکثرا در حالت غضب صورت میگیرن و بسیار تعداد اندک هست که طور مسالمت آمیز و در حالت غیر غضب صورت بگیره و اکثرا با او صورت میگیره و همگی از اون حکمی خود دارد. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که من پارسال باردار بودم، روزه بودم، رفتم دکتر بهم گفت که نمیتونی روزه بگیری. منم فقط 9 روزشو روزه گرفتم. حالا باید روزه ما بگیرم یا میتونم کفارهشو بدم؟ کس که روزه فرضی او بنابر عذر شرعی مانده باشد تا به حد امکان و تا به مرحله ای که توانی روزه گرفتن را نداشته باشد، باید روزه قضای خود بگیرد. اما در صورتی که به حکم طبی یا به عدم توانمندی کلی نمیتوانسته باشد که تا به آخر روزه خود بگیرد، در این صورت در بدل او کفاره میدهد. اما در صورتی که توانی روزه گرفتن در او بوده باشد و یا که توان مستقبلی هم که بوده باشد، یعنی فعلا نیست و در آینده ممکن هست که توانمند شود، در این صورت باید روزه خود بر حالش بگیره. اما در صورتی که توانمندی با او دست نیافت و او توانمند نشد که روزه خود بگیره به او شکل، بعد بنابر این عذری که هست بعد از او ورثه او روزه او را باید بگیرن و میگیرن. اما در صورتی که توانمندی او یا امکان توانمند شدنش بوده باشد، در اون صورت کفاره نیست، بلکه یگانه چیزی که بالای او هست قضا هست، قضای روزه. بله، جزاکم الله خیر. و در ادامه هم سوالی پرسیدن که گفتن 1 ماه که باردار هستم ولی شوهرم میگه که باید بچه را سقط کنی، چی کار کنم؟ سقط بعد از اینکه
حمل ثابت میشه و بعد از اینکه حمل ثابت میشه و مشکلی جدی و خطر جدی از لحاظ طبی به صحت مادر و طفل نبوده باشد، سخت به هیچ وجه جواز ندارد. اما اگر از لحاظ طبی تشخیص شود که ضرر کلی به وجود به صحت دائمی مادر دارد یا یکی به طفل کاملا وضعیت صحی یا وضعیت کلی طفل هم از خراب هست، در اون صورت یعنی به حساب محقق بوده باشد، باز طبق وضع موجود حکم خود در اون زمان میگیرد و میتواند باز در اون زمان از پرسید. اما در به مجرد یک خواست شخصی بدون تحقق ضررهای کلی که در اونجا هست که خطر جانی یکی از اونها بوده باشد، حکم سخت جنین جواز ندارد و دنبال روی شوهر و اطاعت شوهر در این صورت روا نیست. بله، جزاکم الله خیر. بنده از اتاق فرمان خواهش میکنم که شما تماس بینندگان عزیز را همکنون زیرنویس بکنند تا کسانی که دوست دارن سوالاشون مطرح کنند تماس بگیرن از آن. جناب دکتر، بیننده پرسیدن که اگر ماشینی که میخوای بخری به صورت قسطی باشد و سالانه قسطش را بدی، آیا این کار حلاله یا حرام؟ اشکالی ندارد مگر ای که در موضوع قسط کدام قضیه سودی یا که مخالفت شرعی دیگری نبوده باشد. اما بیع و خرید فروش به نقد و به قسط و به نسیه همگی در یعنی چیز نقد و چیز نسیه همگی اینها در شرع آمده و اشکال در اصل سودا نیست، مگر اینکه در اینجا معامله اضافه کاری یا که غش و چیزی فریب و چیزی دیگری مشکلی دیگری در اصل بیع بوده باشد، اصل خرید و فروش و معامله بوده باشد، مسئله جداگانه هست. اما اصل تقسیط شرعاً مشکل نداره. جزاکم الله خیر. خواهرمان از شیراز پرسیدن که تو خدا راهنمایی کنید که چیکار کنیم نمازهایمان قضا و ترک نشه. از الله تبارک و تعالی جدی دعا بکنن و جدی به الله تبارک و تعالی التماس بکنن و بزرگی مسئولیتی که هست او را به خاطر بسپارن و اینکه جانب معاملهشان کی هست و جدی ایره چیزی از اعمال جدی خود بشمارن. قسمی که مثلا هر یکی از کارهایی که روزانه داریم هر یکی از ما جدی میگیرد با اینکه روزانه تکرار میشود و مسلسل در سخت‌ترین اوقات هست، در وقت خواب انسان هست و همه خود عیار میسازد که باید در وقت آماده بوده باشد. وقتی که ما جدی تصمیم گرفتیم ان شاء الله که الله تبارک و تعالی ما را توفیق عنایت میکنه و ما را کمک میکنه به ادای نیک انجام نیک. قسمی که الله تبارک و تعالی در سوره انفال میگه ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، اگر الله تبارک و تعالی در اونها خیر و خیر اندیشی و تصمیم خیر را بداند حتما به اونها حق را میشنواند. اما اینجا خلل از خود ما و تصمیم گیری ما هست و جانب دیگر خلل به رجوع ما به الله تبارک و تعالی و التماس دعای جدی ما از الله تبارک و تعالی که ما را توفیق بدهد و به خودمان و به نفس ما و به شیطان واگذار نکنه. جزاکم الله خیر. جناب دکتر، تماس‌های بینندگان را بگیریم. اولین بیننده سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز صحبت بکنید، صدای شما داره پخش میشه. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. سلام علیکم. حال شما خوبه؟
بفرمایید در خدمت شما هستیم بیننده عزیز. سوال ما این بود که ما می‌خواستیم مثلا معامله ضایعات می‌کنیم. اگه لطف کنید یکمی صداتون رو بلندتر کنید چون صدا خیلی پایینه. سلام ما معامله ضایعات می‌کنیم. معامله ضایعات بله؟ از استان بوشهر زنگ. بله. معامله ضایعات می‌کنیم مثلا چند قیمت داره. والا بیننده عزیز اگه لطف کنید دوباره تماس بگیرین بهتره چون که صداتون خیلی الان ضعیفه و کلا داره قطع و وصل میشه، یعنی صداتون واضح نیست برای ما. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشین. سلامت باشین بفرمایید بیننده عزیز. وقتتون بخیر. سلامت باشین خواستم با کارشناس شبکه رسال حق صحبت کنم. در خدمت شما هستیم. اگه سوال شرعی دارین بفرمایید در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم. به حضور شما عرضم که الان ذره پخش میشه؟ بله صدای شما در الان پخش میشه و منتظر سوال شرعی شما هستیم. خیلی معذرت میخوام. آقای انصاری امشب نیستن نه؟ نه خیر، امشب برنامه پرسش پاسخه و انشالله در فردا شب اگر با ایشون اگه سوالایی دارین به حضور شما عرضم که از این میخواستم یه سوالی خدمتتون بکنم. یا از شما یا آقای انصاری بچه اومدن ببینم این کرم خلاکی چیه؟ سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. من از بینندگان عزیزم خواهش میکنم کسانی که صداشون وصل میشه لطف کنن که تماس را فقط از تلفن بشنون و صدای گیرنده را کم کنن چون که صدای ما دیر بهشون میرسه و خود به خود یعنی یک فاصله میفته و تماس قطع میشه. سلام علیکم بفرمایید بیننده عزیز. الو. سلام علیکم بفرمایید در خدمت شما هستیم. سلامت باشین بفرمایید. شبتون بخیر. سلامت باشین شب و روز شما بخیر. من خالد هستم از تهران. بیننده عزیز از تهران در خدمت شما هستیم بفرمایید. خواهش میکنم. من از شما صداتون به من نمیرسه. والا صدا خیلی پایینه و فکر کنم یه مشکل وجود داره در تماس ها که اگه لطف کنین دوباره تماس بگیرین تا صدا بهتر بشه انشالله. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید بیننده عزیز. گفتن زن طلاقه دوباره نکاح کردنش واجبه یا نه؟ والا اگه میشه سوالتون رو دوباره تکرار بکنید. گفتن زن طلاقه دوباره نکاحش واجب میشه یا نه؟ اگر زنی طلاق دهینی دوباره نکاح کردنش واجبه؟ یعنی خب چند طلاق داده باشه یعنی مهم اینه. یک بار طلاق داده. بله انشالله پاسخ رو دریافت خواهیم کرد. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید بیننده عزیز. خسته نباشید. ممنون از این برنامه خوبتون. من یه سوال داشتم. بفرمایید در خدمت شما هستم. والا در مورد دعانویسی خواستم بدونم ببینم این واقعیت داره میشه بهش ارتباط داشت یا نه. خود چون در مورد دعانویسی بله انشالله پاسخ دریافت خواهیم کرد. رفته بودم چون من رفته بودم جایی به من گفتن که تو را دعات کردم من ترسیدم گفتن تو کارت جور نمیشه نمیدونم اینجوری میشه اونجوری میشه خودم هم اعتقاد ندارم چون میترسم خواستم ببینم این داستانش چیه میشه واسم دقیقاً توضیح بدیم ببینم آیا من چیکار باید بکنم بترسم نترسم برم دوباره باطل کنم به چه نحوی باطل کنم اینو میخواستم بدونم. بله سوالتون واضحه انشالله پاسخ رو دریافت خواهیم کرد. سلامت باشین. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. بیننده عزیز صدای ما رو از تلفن بشنوین و منتظر صدای ما از تلویزیون نباشین لطفا. سلام علیکم بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. سلام علیکم استاد خوب هستین؟ سلامت باشین در خدمت شما هستیم.
آها اگر سوال شرعی باید دارین لطف سوال کنید داشته و شما. سوالتون رو مطرح کنید چون بینندگان دیگری نیست پشت خط هستن. آها میخواستیم این سوال ازتون بکنیم که زنی که مثلا اولادش به دنیا آمده میگن چقدر باید دست نزنیم؟ زنی که اولادش با دنیا اومده مثلا بله. چند مدت اون پاک میشه بعد میخواستیم با اون همخوابی بکنیم. بله سوالتون واضح. تشکر میکنیم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. وصال حق و برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم که سوالتون رو مطرح کنید. سوال داره. در خدمت شما هستیم بیننده عزیز. الو در خدمت شما هستیم منتظر سوال شما هستیم بیننده عزیز. یه سوال داشتم. بفرمایید. میگم اوزی با میری اوزی میگیری میگم اوزی میگیری در بامون. بله. میگه بامون که میری بعد این اوزی که آدم میگیره بعد امون که میکنی این بعد پوشیده باشی بعد همه که اوزی میگیری چجوریه؟ بله سوالتون واضحه. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. لطفاً صدای ما رو از تلویزیون بشنوید بیننده عزیز. از تلفن بشنوید چون تلویزیون صدا دیر میاد. سلام علیکم بفرمایید. الو سلام علیکم بفرمایید الو. بیننده عزیز. الو در خدمت شما هستیم بفرمایید. وصال حقه. وصال حق و برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم بیننده عزیز. الان صحبت کنم. بله بفرمایید. شما هم موجی هستین؟ اگر سوال شرعی دارین در خدمت شما هستیم. تماسشون قطع شد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم بیننده عزیز. دو تا سوال داشتم. سوال اولا اینه که میگه روز جمعه یا پنجشنبه برای موضعتون خیرات بگیریم چون بیاد مثلا هم خیرات میگیرن که شرکت بهش خیرات کردن که روحش مثلا اون موقع زنده از همه رو میبینه میاد. ببینم راست یا نه. بله. و سوال بعدی؟ سوال دوم اینه که مثلا 10 دقیقه یا 5 دقیقه به طلوع آفتاب که بمونه میتونیم نماز هم نماز سنت رو برای بخونم نماز فرضمون رو به طلوع آفتاب دیگه نه؟ آره طلوع آفتاب مثلا سنتمون هم میتونیم بخونیم نماز فرضمون هم میتونیم دوتایشون رو با هم مثلا وقت بخونیم یا نه. بله انشالله پاسخ دریافت میکنیم. تشکر میکنیم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. شبکه وصال حق هست؟ شبکه وصال حق و برنامه پرسش و پاسخ اگر سوال شرعی دارین در خدمت شما هستیم. بله فرید حبیبی هستم از لندن صحبت میکنم. بله. سوال من راجع به ما یک کتاب در مورد نماز حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله خوانده بودم که از ناصرالدین البانی است و در اونجا گفتن که اول باید پیامبر صلی الله علیه و آله دستای خود پیش از اینکه سجده کنه اول دستای خود به زمین میگذاشت باز زانوهای خود. ما میخواستیم که این صحت داره و دیگه از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده که گفتن انسان نباید مانند شتر فراری سجده کنه. و سوال سوم است که چرا خداوند خود در قرآن شریف همیشه یا بعضی وقت خطاب کرده که او کسی است یا میگه نمیگه که مثلا بعضی وقت میگه که معبودی است
خود که خطاب میکنه یا میگه که کسی است، چرا این صفت انسان به خود میده؟ یعنی خداوند خود رو به این صورت خطاب قرار داده یا کسی دیگر رو؟ نه، خود خطاب قرار میده. مثلا هو الذی به این صورت دیگه او کسی است، در عوضی که بگه او قدرت است، یعنی خود که خطاب میکنه خداوند. و یک سوال دیگه هم است که از همین کتابی که ما از ناصرالدین البانی خواندیم، در همچنان روایت کردن که در وقتی که دعا میکنه انسان دستای خود بلند میکنه، مالیدن دستها بروی یعنی جواز نداره، یعنی نباید انسان دستای خود بروی خود بماله وقتی که دعا را ختم میکنه. آیا این صحت داره یا نه؟ تشکر از پروگرام خوبتان. سلام علیکم. سلامت باشین. خدمت استاد خودتان تقدیم کنید. خداحافظ. سلامت باشین. آخرین تماس بینندگان را نیز یعنی تلفن را بگیریم که بعد به پاسخها برسیم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین، بفرمایید. برنامه سال هفت در خدمت شما هستیم یعنی عزیز. آقا همه می‌خواستم یه خسته نباشید خدمت رو عرض کنم و از موجودون تشکر کنم. من از سلام زنگ می‌زنم. سلامت باشین، تشکر می‌کنیم از شما. قربان. حالا امکان داره با موضوع حرف بزنیم یا نه؟ اگر سوال شرعی دارین در خدمت شما هستیم. یه لحظه. همین فقط التماسی دارم نجدیم. دست شما درد نکنه. سلامت باشین. یک میان برنامه کوتاهی میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. فدای عمر با جان و تنم، به عشق عمر زندگی میکنم. فدای عمر با جان و تنم، به عشق عمر زندگی میکنم. سرم خاک پای عمر جان بود، نشان ولایش به سر میزنم. فدای عمر با جان و تنم، به عشق عمر زندگی میکنم. سرم خاک پای عمر جان بود، نشان ولایش به سر میزنم. نشان ولایش به سر میزنم. از آن دم که تسلیم طه شدی، مرادی رسول مصفا شدی. دعای محمد تو هست ثمر، به تکبیر ایمان معلا شدی. به شمشیر بران به دستور حق، جهان را تو دادی به عزت سبق. اگر برگ زرین بجوید کسی، تو دادی به تاریخ زرین ورق. تو دادی به تاریخ زرین ورق. فدای عمر با جان و تنم، به عشق عمر زندگی میکنم. سرم خاک پای عمر جان بود، نشان ولایش به سر میزنم. نشان ولایش به سر میزنم. ز فیض محمد توی بهرور، به دستور قرآن تو بستی کمر. که تخم فساد از زمین برکنی، کنی کفر و ظلمت تو زیر و زبر. مزین خلافت به نام عمر، دل مؤمنان شد مقام عمر. به ایران و روم و عراق و یمن، گرفته سراسر پیام عمر. گرفته
ریخت سراسر پیام عمر. ز احسان تو هست و اسلام ما، ز نوری تو روشن شد ایام ما. هزاران درود و سلام و دعا بر روح عمر شاه خوشنام ما. به پهلوی صدیق احمد تویی، به جنت رفیق محمد تویی. شهادت شعاری شب و روز تو، غریقی کرم های عزت تویی. غریقی کرم های عزت تویی. علی و عمر هر دو تا پهلوان، برابر برادر دو تا قهرمان. تو داماد شیری خدا مرتضا، توی هم رکاب با نبی مصطفی. ابو بکر صدیق و آن یار غار، ز بحر نبی هر زمان جان نثار. نمودی حیا هست و عثمان ما، فدای همه باد فداشان زیا. فدای همه باد فداشان زیا. فدای عمر باد جان و تنم، به عشق عمر زندگی میکنم. سرم خاک پای عمر جان بود، نشانی ولایش به سر میزنم. 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 عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. جناب دکتر، اولین سوال بیننده که از بوشهر بود، سوالش این بود که در کار معامله ضایعات هستند، آیا این کار حلال است یا حرام؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من اتبع هداه الی یوم الدین. در صورتی که مصدر ضایعات که افرادی که با اونها میارد برایشان مورد اشکال نبوده باشد، اصل تجارت هیچ اشکاله ندارد. الله تبارک و تعالی توفیق و برکت در کارشان با اونها نصیب بکنه. آمین. بیننده بعدی که از تهران بودن، سوالش این بود که اگر زنی رو طلاق دهی و میخوای دوباره او رو برگردانی، آیا به ازدواج یا عقد لازم است یا نه؟ یعنی که منم سوال کردم که یک طلاق است یا چند طلاق، گفتن که یک طلاق یا دو طلاق باشه. در صورتی که طلاق رجعی بوده باشد، بله، در جریان مدت عده، یعنی عده او با پایان نرسیده، اگر برمیگردن با هم تفاهم میکنن، رجوع میکنه شوهر، در این مدت عقد جدید لازم نیست. اما اینکه می نشینه تا به یک عده به پایان میرسد، بعد از به پایان رسیدن عده دوباره هر دویشان پشیمان میشوند، میخواهند که با هم دوباره زندگی کنند، در این صورت عقد جدید و مهر جدید در اینجا لازم هست. باید با عقد جدید و مهر جدید با هم دوباره یک جای شوند و همسر یکدیگر شوند. و اینجا نکته مهم هم هست که بنابر آیات قرآن کریم ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، با اساس این آیت یعنی اولویت در صورتی که اونها با هم رضایت داشته باشند نسبت به دیگر نامزدها و کسایی که پیش میشوند برای نامزدی، شوهر سابقه که با هم مدت زیست داشتن، در صورت توافق هر دویشان مقدم هست بر دیگر کسایی که برای نکاح پیش میشوند برای نامزدی. این نکته باید که مورد توجه اولیای امور زنها بوده باشند، چون در صورتی که اونها موافقه داشته باشند طبق آیات قرآنی نباید اینها مانع ازدواج دوباره آنها شوند و
با آیت صریح قرآنی از این کار منع شده. بله، جزاکم الله خیر. بیانده بعدی در مورد قضیه دعانویسی، یا که در بعضی مناطق میگن تعویض یا در بعضی مناطق میگن طلسم و جادو و این قضیه از دعانویسی را منظورشون بود، پرسیدن و گفتن که خب خیلی میگن که ما رو دعانویسی، یعنی دعا کردن، یعنی سوالشون این بود که راه حل این قضیه چیه، که چطور میشه اون رو باطل کرد و آیا این اصلا وجود داره این قضیه دعانویسی؟ در اصل قضیه جادو، طلسم جادویی وجود داره و حقیقت هم داره. حتی در قرآن کریم از جادوگرانی که در برابر موسی علیه السلام آمده بودند چشمهای مردم را بستند و حقیقت با اونها دیگر گونه نشان دادن، حتی که موسی علیه السلام با اونها یک واهمه پیش آمد، اما الله تبارک تعالی با اونها خطاب با اونها فرمود که القی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر. اون مکر جادوگری هست، چشم بندی جادوگری هست که انجام داده، عصای خود را بیانداز، آنچه که آنها ساختن همگی اونها را فرو میبرد. اینجا کمال معجزه الهی بود. پس اونها سحرشان در اونجا در حدی چشم بندی بود که به چشمه ها غیر واقعی و حقیقت را وارونه نشان بدهند. اما آمده که مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جریان زندگیشان جادو شدن و الله تبارک و تعالی سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را نازل کرد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و جادوی از اونها را ابطال کرد. اینجا متوجه چند نکته باید بوده باشم. یکی، واهمه جادو شدن چیزی است که در صورت حدوث اندکترین مشکل بسیاری ها با او رو میارن و او را در تصورات خود گنجانیدن که حتما جادو شده، حالا که یکی از مشکلات طبیعی می بوده باشد و هیچ رابطه با جادو ندارد. و این بسا حالات و بسیاری از جریان ها به همین شکل هست و تنها اوج گرفتن عادات و برداشته ها و خرافات باعث شده که همه چیز را به جادو ربط بدن. و دوم، کسانی که در این میدان کار میکنن به خاطر بازاریابی بیشتر همه چیز را به جادو و طلسم اونها رد میتن، حالا که بسیاری از اونها واقعیت ندارد. و آنچه که واقعیت دارد، ما یکی وقایه هایی است که الله تبارک تعالی و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از قبل وقوع جادو بیان کردن. دعاهای سوره فاتحه، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله، و همچنین دعاهای دیگری که در اینجا هست برای نقض جادو. و در پهلوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم راجع به خرمای عجوه گفتن که مثلا کسی که صبح 7 دانه خرما میخوره تا 7 دانه خرمای عجوه میخوره تا به بیگاه زهر و جادوی به او تاثیر نمیکنه، تاثیر نمیگذاره. اینها چیزهای وقایعی و قبل از وقوع سحر است. اما بعد از وقوع جادو پس باز هم دعاهایی که از شرع آمده و همچنان قسمی که در برنامه قبلی بیان کردیم، آیاتهایی که در اونها داستان ابطال جادوی جادوگرهای فرعون در از به واسطه معجزه موسی علیه السلام هست، از به حساب تجربی و تجربه علمای اسلام چیزی از آیات هستن، آیات قرآنی هستن که در ایباب و در ابطال سحر و جادو مؤثر هستن و از اونها استفاده میکنن در خواندن از اونها و خواندن اونها، رقیه و دم کردن در آب و همچنین آبی که با برگ سیدر مخلوط بوده باشد. اون قسمی که مثلا
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خرمای عجوه را در جلوگیری از تأثیر جادو مؤثر گفتند. همچنین علما به اساس تجربه برگ درخت سیدر که در او خوانده شود و با آب که آمیخته باشه از او بنوشه و خود بشویه و در او صورت در ازاله جادو و طلسم او را مؤثر دانستن. و یک راه دیگری هست که جادو جایش پیدا شود و ابطال شود. قسمی که جادویی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و شده بود جایش ملائکه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و گفتن و از اونجا بیرون ساخته شد و بعد از اینکه کشف شد و کشیده شد تأثیر خود از دست میدهد. بهر الله تبارک و تعالی جادوگرها را هم توفیق بده که با اونها ایمان و اسلام نصیب بکنه که دوباره به اسلام رو بیارن و از این کفریات و عمل کرده خلاف شرع و خلاف ایمان و اسلام که الله تبارک و تعالی در سوره بقره او را کفر خوانده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یکی از 7 گناه و جرم تباه کننده و هلاک کننده او را برشمرده در پهلوی شرک به الله تبارک و تعالی و قتل ناحق و اعمال دیگری که در اونجا آمده. زنا و همگی یکی از اونها جادو هست و در قرآن کریم او کفر خوانده شده. پس از این کفر رو بیارن به اسلام و راه حق و حقیقت و به ایمانداری به الله تبارک و تعالی و از پیروی شیطان و راه های شیطان الله تبارک و تعالی اونها را دور بسازه و از شیوه آسیب رسانی به بشریت به شیوه نفع بشریت که اسلام توجیه کرده راهنمون ساخته اونها را به این راه بکشانه. جزاکم الله خیر. آمین. بیننده بعدی سوالش این بود که زنی که زایمان کرده تا چند مدت نمیشه به او همخوابی کرد؟ تا وقتی پاک شدن او. در مجموع تا وقتی پاک شدن چی که در مدت کوتاه‌تری پاک شود چی که در مدت طولانی‌تر و اکثر علما حد اعلای او را 40 روز گفتن و بعضی از علمای اسلام تا به 60 روز هم به اساس تجربه که از عمومی زنها هست که تعیین شده نص صریح و صحیح راجع به تعیین 40 روز برای حد اعلای نفاس نیست خونه ولادت، بلکه آنچه تعیین شده بر اساس عادت عمومی زنها تعیین شده و عادت زنها میتونه که تشخیصگری عادت هر زن تشخیصگری وضعیت او بوده باشد و عادت عمومی زنها اکثریت مطلق زنها حد اعلای خون دیدنشان بعد از حیض و مدت پاک شدنشان 40 روز هست. اما لازم نیست که هیچ زنی از 40 روز تجاوز نکنه، اما با احساسی که حد اکثر 40 روز بوده اقل را حکم ندادن و از 40 روز به بالا تعدادی از علمای اسلام او را جزی از خونریزی استحاضه به شمار آوردن و گفتن از او به بعد نماز خود بخوانه و با او میشه که هم بیشتر شود. اما اگر ادامه داشت بهتری هست که اوصاف و خاصیت عین خاصیت خون نفاس در او بود که فرق نکرده بود، باید که از همخوابی با او اجتناب بکنه به حال تا پاک شدن او. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که خب کسی که به حمام میره و میخواد حمام بکنه قبل از حمام کردن میخواد وضو بگیره، آیا در وقت وضو گرفتن باید پوشیده باشه یا نه؟ لازم نیست. چیزی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این آمده که پوشیده بوده، بلکه مجموعه احادیث وقتی که ما ببینیم و در نظر بگیریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جریان وضوء قبل از غسلشان لباس پوشیده نبودن، چون که متصل وقتی که به در وضوء پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به سر میرسیدن سر خدا میشستن، سپس به اعضای بدن باقی اعضای بدن خود آب میریختن. و همچنین ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه زمانی که
وضو و غسل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در هنگام سفر به حج را برای مردم بیان کردن. تهبند از پایان بسته بودن به خاطر حفظ عورت و در پشت پرده خیمه وضو گرفتن و با چیز خود انجام دادن. اونها هم قمیص خود جدا گذاشته بودن، یعنی در او هم هیچ نوع از با لباس بودن در طریقه وضوی رسول الله و وضوی غسل رسول الله صلی الله علیه و سلم نیامده، بلکه ظاهر احادیث همین است که اونها بدون لباس می بودن. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی که 2 سوال پرسیدن، سوال اولشون این بود که میگویند که روز پنجشنبه و جمعه خیرات به مرده میرسد چون که روحش زنده است. آیا این حرف درسته؟ خیرات به مرده در همه روزها میرسد، منتها مهم ای هست که به جای خان و ملا و آخوند به فقیر و یتیم و بیچاره و بیوه و بیکس داده شود. وقتی که به جایش داده شود در همه روزها میرسه. روز خاص برای او از جانب شریعت تعیین نشده و ارواح بعد از اینکه الله تبارک و تعالی قسمی که در قرآن کریم میفرماید ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، در میان اونها و در میان دنیا و زندگی دنیای فاصله است تا به روزی که دوباره برانگیخته میشوند، دوباره برای قیامت زنده میشوند. هیچ نوع رابطه با دنیا مباشر با دنیا نمی داشته باشند و ارواح مؤمنه ها در جنت هست سیاحت میکنه و ارواح کفار و منافقین در اسفل السافلین و در سجین عذاب خود در اونجا میگیرن و به هر حال هیچ نوع رابطه میان آنها نمی باشد که اونها در روزی مشخصی به دنیا برگردن و در دنیا با اونها تعامل خاصی داشته باشند. پس تمام انواع عذاب، حتی انواع برگشت تمامش برای ارواح در قرآن کریم و احادیث صحیح از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نفی شده. حتی شهدای احد یکی از مطالبه هایشان همین بود که ما را دوباره به دنیا برگردان تا به اینکه ما بازماندگان خدا مطمئن بسازیم و اطمینان بدهیم به این مسیر و بار دیگر در راه تو شهید شویم. الله تبارک و تعالی بازگشت راه ندارد، میشد که ارواح اونها را برگردانه و اینجا مطالب با اونها برسانند، اما چنین نشد و هر آنچه که راجع به این آمده از لحاظ سندی ثبوت و صحت ندارد. جزاکم الله خیر. سوال بعدیشون این بود که 10 دقیقه یا 5 دقیقه مونده به طلوع آفتاب، آیا میشه سنت و فرض رو با هم بخونیم؟ نه، وقتی که 10 دقیقه یا 5 دقیقه مونده، وقتی یعنی که نزدیک به وقت کراهت نماز هست، در حالت باید هر چی عاجلتر کوشش بکنه که نماز فرض خود در این حالت ادا بکنه. ولی اگر وقت فرصت طولانی تر بوده باشد باید نماز سنت خود هم بخونه بعد از او. اما در این وقت کوتاه مخصوصا 5 دقیقه بوده باشد، در 5 دقیقه 2 رکعت نماز فرض با مشکل ادا میشه برای کسی که درست ادا بکنه. اما برای کسی که قسمی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در وصف نماز منافقین میگوید که چون مرغ در یعنی سجدهش به نمازش چون نول زدن مرغ سجده کرده و بلند میشه، یعنی هیچ سجدهش از دیگرش و هیچ نوع اذکار سجده و اذکار ارکان نمازش با هم مشخص نیست. او موضوع جداگانه است که اصلا اون نماز اون نماز نیست و ادا نمیشه تا اینکه در او تعدیل ارکان و درست به نماز اسلامی نبوده باشد، نه با وصفی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای نماز منافقین بیان کردن که با مانند نول زدن و نول زدن خروس و مرغ
سجده میکنن و بلند میشوند، یعنی هیچ نوع اعتدال در او و راحت در نمازشان نیست، مراعات ارکان نماز در اون نیست. و پس این موضوعی است که در وقت کوتاه باید به فرض اکتفا شود. میتونن که بعد از طلوع آفتاب گذشتن 10-15 دقیقه به طور قضایی یا کفاره 2 رکعت نماز نفل خود اونجا رکعات بخوانه و از الله تبارک و تعالی قبولیت او را طلب بکنه. خیلی ممنون از شما. بیننده بعدی چند سوال داشتن که سوال اولشون این بود که در مورد نماز رسول الله صلی الله علیه و آله پرسیدن که رسول الله خب فرمودن که پیش از سجده دست گذاشته و بعد زانو رو گذاشته و روایت هم از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر فرموده مانند شتر سجده نکنید. این رو گفت چطور توضیح بدین در مورد اینجا حدیثی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده که مانند شتر سجده نکنید، مانند شتر به زمین نافته و باید یکی از شما دست خود را پیش از زانوی خود به زمین بگذاره. روایت صحیح و ثابت هست. در موضوع روایت دوم بعضی علما به این رفتن که یعنی باید اول پای خود بگذاره، چون شتر اول پا میگذاره سپس دستایش را تا میکنه. اما علمای دیگری از علمای حدیث و اکثر علمای حدیث امام بخاری رحمه الله و ابن خزیمه و دیگر علمای حدیث که هستن، امام شافعی و دیگران، به این نظر هستن که این حدیث منع به سجده رفتن به مانند به زمین افتیدن شتر هم تشریح میشه و با حدیثی دیگری که در او واضح هست که اول دستهایتان را بگذاره بعد زانویتان را. اما این مشکل که اول شتر زانوی خود میگذاره به این هست که اول زانوی شتر در دستی او هست، نه در اول پای خود به زمین میگذاره و بعد دست خود. زانوی شتر در دستی او هست نه در جهت پای او. لذا کاری را که زانو در انسان انجام میدهد، زانوی پا، این کار را شتر از زانوی که در دسته هایش است از طریق او انجام میدهد و پای او به این شکلی زانو ندارد. بنابراین این توجیه شده و به هر حال علمای دیگری که فهم دیگری در این قضیه داشتن با وجود مرجوح بودن او، در این مسئله نماز اونها خلل صحت و عدم صحت پیدا نمیکنه ولی بهتر این هست که اول دست گذاشته شود بعد از او زانو. اگر کسی اول زانو گذاشت و بعد دست، یا که برعکس، در نزد قائلین به هر دو رأی نماز او درست هست و اشکال در صحت نماز او وجود نداره. جزاکم الله خیر. سوال دیگری که پرسیدن این است که چرا خداوند در مورد خود خطاب کرده است که او کسی است و نفرموده است او قدرتی است و یا این چیزها؟ البته الله تبارک و تعالی وقتی که میگه در قرآن کریم هو الذی، ما یعنی بعد از ذکری که قبل از او ذکر الله تبارک و تعالی و ذکر صفاتی از او آمده و عظمتی او، باز بیان میکنه اوصاف الله تبارک و تعالی را. ما میتونیم که به فارسی او را ترجمه کنیم به اینکه هو الذی، او ذاته هست، و میتونیم ترجمه کنیم که او کسی هست، و میتونیم الذی را ترجمه کنیم که او ذاتی مقتدر هست. به هر حال اما ترجمه او وصف او به مطلق قدرت به این معناست که ما ذات برای الله تبارک و تعالی یک قدرت، یعنی الله تبارک و تعالی تنها یک قدرت وهمی نیست بلکه یک ذات هست که قدرت چیزی از صفات او هست. لذا
این موضوع بلیغتر هست و رساتر هست و لایقتر به شأن الله تبارک و تعالی از این که الله تبارک و تعالی تنها به یک صفت از صفات او یاد شود. یعنی قدرت یکی از صفات الله تبارک و تعالی است، قسمی که علم یکی از صفات الله تبارک و تعالی هست، حیات زنده بودن یکی از صفات الله تبارک و تعالی است، اراده، شنیدن، پذیرایی دعا، همه از اینها صفات از صفات الله تبارک و تعالی هستند. الله تبارک و تعالی که با ذات خود ذکر شود، با آنچه که مدلول ذاتی شامل به همه صفات هست، این بلیغتر و رساتر است از اینکه با یک از صفات او تعالی ذکر شود. همچنین حتی در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که هیچ شخص، کلمه شخص آمده، هیچ شخصی از الله تبارک و تعالی غیرتمندتر نیست. به اساس همین غیرتی که الله تبارک و تعالی دارد، همه فحشاها و کارهای فاحشه‌گری را منع کرده. لا شخص اغیر من الله. امام محمد بن حنبل رحمه الله و عبیدالله بن عمر قوارری است که از هم دوره های امام احمد بن حنبل رحمه الله سی حدیث روایت میکنن و میگه که این یعنی پشتی معتزله رو میشکنه که یعنی کلمه شخص اینجا برای الله تبارک و تعالی اطلاق شده که به دلالت به ذات میکنه، دلالت به وجود ذاتی مشخصه برای الله تبارک و تعالی میکند که تنها از کلمه الذی که بتونه کسی تعویل بکنه به قدرت و یکی از صفات الله تبارک و تعالی و از اعتراف به ذات برای الله تبارک و تعالی یا تصور ذات برای الله تبارک و تعالی ایباب بورزه، این کلمه صریحی هست که راه او را به او میبنده و در حدیث صحیح از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. جزاکم الله خیر. سوال دیگر این بود که گفتن که در کتاب علامه آلبانی روایت آمده است که این حدیث آمده است که بعد از دعا مالیدن دستان جواز ندارد. آیا این درست است یا نه؟ بعد از دعا مالیدن دست برای حدیث صحیح و ثابتی ندارد. احادیثی که حدیث در سنن ترمذی و بعضی کتب احادیث دیگر آمده از لحاظ سندی و ضعیف هست و به ثبوت نرسیده. از این رو شیخ البانی رحمه الله و تعداد دیگر از علما قبل از او هم به این نظر هستند که این در دعا ثبوت شرعی ندارد و التزام و مشروع دانستن این نزد بسیاری از علما بدعت هست، چون با حدیث صحیح و سند صحیح ثابت نیست. اما اینکه به ثبوت حدیثی که در این مسئله آمده صحت نداره، این مسئله بدون اشکال هست و یقینی. جزاکم الله خیر. جناب دکتر اگر به سوالای SMS بینندگان دوباره بر بگردیم، بیننده پرسیدن که آیا گناهی هست که با توبه هم مورد بخشش قرار نگیرند؟ نه خیر. هیچ گناهی نیست، حتی شرک و کفر هم با توبه و بازگشت به الله تبارک و تعالی بخشش می شود، مگر اینکه حقی از حقوق بندگان بوده باشد و استرداد و واپس کردن او با او اشخاص ممکن بوده باشد، شرطی دارد. این شرط است. اما ای که برایش در صورتی که ناممکن بود هم دیگر ملزم به او نخواهد بود. مثلا اینکه کسی را کشته باشد که ملزم ساختن میشه دوباره او را زنده بکنه، چون که امکان نداره که او را زنده بکنه. یا موضوعی که مثلا جریمه حقوقی در جای انجام داده و با اشخاصی که فعلا هیچ راهی رسیدن به اونها نیست، در اون صورت یعنی چیزی که در توان او برگرداندن حق امکان نبوده باشد برایش، در اون صورت یعنی معاف می شود و توبه کفاره می کند. اما در صورتی که امکان داشته باشد باید حق را به حقدار برگرداند. جزاکم الله خیر.
بیننده بعدی باز در مورد توبه سوال کردن که گفتن یک گناه بزرگی یعنی انسان انجام بده بعد توبه کند، آیا خداوند حتما آن را میبخشند؟ توبه صادقانه بکنه، توبه او صادقانه بوده باشد، شرایط توبه را نیز شرایط توبه را در نظر گرفته باشد که از کرده خود جدی از ته دل پشیمان بوده باشد، به الله تبارک و تعالی اظهار ندامت و پشیمانی بکنه و با الله تبارک و تعالی پیمان عدم بازگشت به او گناه را ببندد و عمل خود درست بکنه و هم و دوستان و رفیقایی که او را به راه غلط و به انحراف میکشاندن اونها را بگذاره. چیزی از اصلاح عمل هست و چیزی از پشیمانی از کار هست. قسمی که در حدیثی که 100 نفر را کشته بود، عالمی که نفری که با او عالمی که با او فتوا داد که توبه قبول میشد، برش گفت که تو سرزمینی را که در او گناه کرده او را باید بگذاری به جای دیگری که در اونها مردم های خوب است، به اونجا انتقال بکنی. اصلا این هست که این بیان جدیت این شخص در برنامه توبه ایش است. ورنه اگر دوستان بد خدا هیچ گذاشتنی نبوده باشد، به این معنا هست که در توبه خود صادق نیست، در دلش آمده که توبه بکنه اما جدی با خود فیصله نکرده که بگذاره، ورنه دوستان بد حتما میگذاره، محیط بده که حتما او را با این گناه میکشانه، او را حتما میگذاره. این چیزی از یعنی اساسات جدیت در توبه هست. و اگر شخصی که مورد اقتدا باشد افراد دیگری از او پیروی میکرده باشند در او کار، در او صورت لازم هست که بیان بکنه که این کاری که من قبلا داشتم اشتباه و خلاف شرع بوده و لذا من اصلاح کردم، شما هم اصلاح بکنه. و این شرط خاص برای اهل علم و افراد است که مورد اقتدا و متابعت افراد دیگری هستند، دیگران هستند که از او پیروی میکنن و از او دنبال روی میکنن. جزاکم الله خیر. بیننده عزیز دیگری گفتن که ساکن کرج هستم و در ایران خودرو مشغول به کار هستم. بارها و بارها شده که از طرف همکارهام به خاطر اینکه سنی هستم مورد توهین قرار میگیرم. به نظر شما من باید چی کار کنم؟ این چیزی از ثواب است که الله تبارک و تعالی با او سوق داده و هر آنچه که انسان در مسیر حق آزار و اذیت میبینه، ثواب او را و مقام او را نزد الله تبارک و تعالی بالاتر میبره. و در اینجا برای او توصیه همین است که اخلاق اسلامی را مراعات بکنه و کوشش بکنه که همراهان خدا با اخلاق خود با عمل درست خود و همچنان خدا آگاه بسازه و با آگاهی که هست یک تا حد امکان اونها را هم به مسیر حق بکشانه. چون کسی که در محیط غیر مؤثر بود، جهت دیگر تلاش میکنه که او را بر او تأثیر بگذاره. یعنی یا انسان مؤثر می باشه یا متأثر. پس یکی از علتهای این شاید همین بوده باشد که برادر عزیز ما در تأثیر گذاری بر محیط خود و افراد محیط خود بی‌پروا هست، لذا اونها تلاش میکنن که بالای تأثیر بگذارن. لذا انسان در یا که مؤثر هست یا متأثر. اگر انسانی که از اخلاق بالاتری برخوردار و مذهبی و دینی که داره هم از بقیه دین‌هایی که اونها بهش توهین میکنن بالاتره، خب خود به خود میتونه که مورد تأثیر بیشتر واقع بشه و از این نعمت استفاده نمیکنه. پس از این که استفاده بکنه انشاءالله همراهان بیشتری هم پیدا میکنه و اقلش موقف بالا دستی که اونها به خود گرفتن او تغییر میکنه برایش. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آیا خود ارضایی گناه دارد؟ خود ارضایی نوعی از یعنی زنای به دست حساب شده و در ذات خود گناه دارد و از لحاظ صحی ضرر صحی هم دارد بدون با اتفاق همه. اما گناهی او به سرحد زنای رسمی و وقوع در فاحشه نیست،
از اونها مرتبه پایانتر دارد که یعنی به اون مرحله نمیرسد. در اصل خود اشکال شرعی خود داره. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که در مدارس زاهدان به مجاهدین توهین میکنن. با آنها اگر برخورد کنیم یا کشته میشیم یا محروم از درس، کدام درست است؟ موضوعی که هست در کدام یکی از مدارس و نوع توهین چیزی است که سوال بیننده عزیز ما رو یعنی محیط اجتماعی که هست اون میتونه که تشخیص بکنه و یعنی قضیه خاص، یعنی قضیه واقعی هست. یعنی از دور تقریبا ما نمیتونیم که جدی راجع به او فیصله بکنیم، چون دیدگاه های بسیاری ها راجع به شناختشان از مجاهدین فرق میکنه. یا واقعا مجاهد واقعی را شناخته یا که غیر او را، و جانب دیگر کسی را که این مجاهد میدانه او بالای او انتقاد دارد، مطلق انتقاد را توهین حساب میکنه، یا که مسئله دیگر چیزی که به محیط وابستگی داره و با شنید آرای دو جانبه میتونه که در این فیصله بکنه. منتها باید این را یادآور شد که مجاهدین در راه الله تبارک و تعالی جهاد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گفته تا به روز قیامت ادامه دارد و کسانی که در راه الله تبارک و تعالی جهاد میکنند از با فضیلت ترین افراد جامعه اسلامی و امت اسلامی هستند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید شهید با اولین قطره خون خود وارد جنت میشود. موضوع مسلم است در میان تمام امت اسلامی و تمام مذاهب اسلامی که هیچ نوع اشکال در این نیست. اما برداشت بعضی ها از جهاد و تصور اعمال خود که اعمال و حرکت های خود را جز جهاد میدانند، این موضوع بحثی است که هر یک جداگانه قابل بحث است و جداگانه بحث می شود که آیا برداشتی او از جهاد درست است، آنچه که او انجام میده جهاد است یا نه. این مسئله جداگانه است که هر مسئله در جای خود و هر عمل کرده در خصوص خود باید به بحث گرفته شود و در او دیده شود که واقعیت چی است و با واقعیت او حکم او مسئله رسیده شود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آیا اهل سنت می تواند پیش آخوند شیعه عقد کند؟ بفرمایید. یعنی قطعی علمای اهل سنت آمده؟ ظاهرا دیگه شاید مناطقی هست عالم اهل سنت قطع شده. عموما عقد باید بر کتاب و سنت و بر توحید و سنت بوده باشد. اما رفتن نزدیک کسی که او بر مبنای شرکیات و خرافات یا بر خلاف شرع عقد اونها را بسته میکنه نادرست است و یعنی درست نیست. اما اگر جزء از اجراعات رسمی و لازمی دولت بوده باشد، قسم ثبت عقد نکاح و ثبت نکاح در محاکم و غیره، این چیزی است که انسان بعد از عقد نکاح بر اساس برای رسمی یافتن و مجرم قرار نگرفتن در دوایر دولتی به اون مراجعه میکند، ورنه باید تلاش بکنه عقدش فردی از افراد اهل سنت علمای اهل سنت بسته بکنه و اگر نبود یکی از عوام اهل سنت برتر از یکی از آخونده هایی است که در توحیدشان اشکال دارن و شرکیات زیاد گرفتار هستن، راجع به قرآن کریم عقیده ندارن و قسمی که در برنامه دیشب از بیان آقای خمینی ما داشتیم که نشر کردیم، آخوند دیگر در تماس گفت که کاملا ما با عقیده هستیم که قرآن کریم دست خورده و تحریف شده هست و حتی پیامبر در او چیزهایی را از ترس ابوبکر و عمر و دیگر صحابه رضی الله عنهم دستکاری کرده و این کسی که
این عقیده خمینی که مقتضای همه اینها هست همین بوده و او اعتراف کرد که ما هم به همین عقیده هستیم و مجموعشان از او زیاد فرق نمیکنند. دوم اشکالشان هست و اشکال دیگری هم که راجع به صحابه کرام و تکفیر صحابه کرام و انکار آیات زیادی از قرآن کریم که در فضیلت صحابه کرام و امهات المؤمنین و در براءت و اعلان پاکی ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها آمده، همه اینها بیانگر به اتفاق علمای امت بیانگر کفر منکرین اونها هست. پس نباید با او رو آورد مگر ای که ضوابط و قوانین اداری ملزم می ساخته باشد که باید بره و قسمی که حدیثی که قبلا برای یادآور شدیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود امرا و حکمرانان بالای شما میاد که نماز از وقتش به تأخیر میخوانه. گفتن که ما در مقابل اونها چی بکنیم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود نمازهایتان شما بر وقت در خانه هایتان بخوانید و در رسمیات جماعت با اونها شریک شوه. یعنی عقد نکاح خدا انجام میدن، خطبه مسنونی که هست و خطبه معروفی که هست شرط و لازم برای عقد نکاح نیست. برای عقد نکاح لازم امی هست که از دو جانب رضایتشان دیده شود و رضایتشان اعتراف و رضایتشان به اینکه ما فلانی را به ازدواج پذیرفتم و قبول کردم. این مهم هست. حتی که مهرشان در بعد هم تعیین شود، در او وقت تعیین بوده باشد یا نبوده باشد مسئله جداگانه است. حتی این هم شرط نیست، اگرچه مهر لازم هست اما تعیینش در وقت عقد نکاح لازمی نیست. این را هر یکی از عوام اهل سنت میتواند که انجام بدهد بدون از اینکه با دستهای غیری یعنی مخالف شرع نیازمندی داشته باشد. پس هم باید بار دیگر هم تاکید بدیم که یعنی در اینجا چیزی که بسیاری ها را به این وامی داره، این تصورشان هست که باید خطبه عربی در اینجا لازم هست تا که عقد ما صورت بگیره و او خطبه شرط برای عقد نکاح نیست، بلکه از جمله مستحبات عقد نکاح هست. و خطبه ای که یک شیعه رافضی میخوانه، یعنی فکر نکنیم که با خطبه مسنونی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده و خطبه مسنون جایز یکی بوده باشد. به هر حال موضوع به همین شکل است که برایتان بیان شد و با اخذ اعتراف دو جانبه و ایجاب و قبولی که در اونجا هست عقد اونها صورت میگیره و نکاحی از اونها شرعی میشود. لازم ندارن که به آخونده مراجعه بکنن، حتی لازم نیست که عالمی از علمای اهل سنت حتما او را عقد اونها را ببندن. این از جمله مستحبات است که او را انجام بده. خیلی ممنون از شما. سوال بعدی که از آلمان فرستادن این است که وقتی که مریض میشویم آیا جایز است شخصی را بیاوریم بر ما قرآن شریف تلاوت کند یا ذکر الله بگوید یا ختم بخواند؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جریان مریضی خود تا به حدی که توانشان بود، قسمی که عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میفرمایند خودشان دعا میخواندند، سوره های فاتحه و قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس و قل هو الله و آیات دیگری از آیت الکرسی و دو آیات آخر سوره بقره و دعاهایی که میخواندن خودشان در عموم میخواندن و بر خود با دستان خود دم میکردن، شف میکردن و به جسم خود میمالیدن تا به اینکه توانشان بود. بعد از اینکه چیزی وضعیت صحیشان بسیار به حال شده بود، یکی رو میگفتن که این چیزها را بالایشان بخوانه و دم بکنه. لذا تا به وقتی که شخصا توان داره باید خودش بخوانه و به هر انداز که شخص خودش به الله تبارک و تعالی عذر و زاره و عاجزی خود پیش میکنه، هیچ کسی دیگری او را به او شکل پیش کرده نمیتونه. این نکته مهم هست و که انسان کوشش بکنه که هرچی خود در وقت مشکل خود به الله تبارک و تعالی نزدیکتر بسازه و دعا یکی از
حالات است که انسان به الله تبارک تعالی نزدیک می‌سازه و انکسار قلبی و شدت حاجت به الله تبارک و تعالی یکی از اسباب قبولیت دعا هست. یعنی به اندازه که نیازمندی خود به الله تبارک و تعالی، عجز و انکسار خود اظهار میکنه، هیچ کسی دیگری نمیتونه که او با این قلب با الله تبارک و تعالی ارتباط بگیره، چون مشکل شخصیش نیست، مشکل یک شخص دیگری هست. میتونه دعای او مؤثر بوده باشه اما دعای خودی از او یعنی اهمیت خاصی خود داره. حتی اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای نابینایی که برایشان آماده بود که دعا بکنه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گفت برای دعا میکنم که شفایاب شوی، اما رفته خود وضو بگیر، 2 رکعت نماز بخوان، بعد از 2 رکعت نماز دعا کن که الله تبارک و تعالی به ما صحت بده و دعای پیامبرت، شفاعت پیامبرت در مورد ما قبول کن. حتی او را در اینجا مکلف ساخت که در پهلوی دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خودش دعا بکنه که الله تبارک و تعالی، یعنی چون با قلبی که او دعا میکنه انکساری که در این قضیه خود داره، این یک نوع قبولیت دعای او را نزدیکتر میسازه و مجال بیشتری برای قبولیت دعای او ایجاد میکنه. مسئله هست. اما آنچه که عام رواج عام هست، کسی مریض شد فوراً افراد خاص هست که اونها وظیفه‌دار رسم و رواج خواندن هستند و در بدل او چیزهای به دست میارن، با آنکه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است که بعضی صحابه کرام در بدل دم که با سوره فاتحه دم کرده بودن حتی اجرت هم گرفته، اما با این شکلی که فعلا مروج هست یکی از شکل‌هایی است که ساخته شده و اصلی در میزان شرعی ندارد و در عموم کسایی که میخوانند در پهلوی خواندن قرآن کریم در بسیاری از کتاب‌هایشان، یعنی اصل دم درست هست و کسی بخوانه و بالای او دم بکنه هیچ اشکال شرعی نداره، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ثابت هست. اما صحبت ما بالای واقعیت جاری هست که کسایی که کتاب‌های دعاخوانی و قرآنخوانی خاصی که دارن، یعنی تنها سوره قرآنی و آیات‌های قرآنی را خوانده دم میکنه، اشکالی با او نداره، چون الله تبارک و تعالی میگه قرآن کریم در این ما شفا گذاشتیم و رحمت للعالمین. اما در عین این دعاها چند چیز هست. بسیاری از دعاهایی که اونها میخوانن و قرآن میکنن در اونها یک کار خلاف شرع هست که خلطی در آیات قرآنی در اونها صورت گرفته، که مثلا بار یکی از همین خواننده ها انسان خوبی بود، هیچ چیزی مشکل کتاب من ندارد. ببین وقتی که میدیدیم یک آیت عذاب است، آیت رحمت است، نیمی از این گرفته نیمی از او گرفته، یک آیت که وصف الله تبارک و تعالی است نیمی از او گرفته، یعنی خلط به شکلی کرده که در بسا اوقات وقتی که اونها را پیوست به هم بخوانی در معنای آیات قرآنی و در مطلب مشکل شرعی ایجاد می شود. این یکی از چیزی که بسیاری از ملاهای کمخوان متوجه او نمی شوند. این یکی از مشکلی در چیزهایی است که جزئی از آیات قرآن کریم اونا را حساب میکنن و در خواندنهای خود از او کتابها استفاده میکنن. دوم چیزی که بسیاری از خواننده ها دارند، بعد از اینکه یک چیزی از آیات های قرآن کریم برای فریب عامه خواندن، چیزی دیگری از منترهای التجا و پناه جستن و حاجت خواهی از شیطانها و جنیاتی که به اونها بستگی دارن از اونها میخوانند، چیزی که نمیدانی که تو نمیدانی که چی میگویه و قابل فهم هم برای تو نیست. اکثر اونها به این هست و این چیزی از جادو و عبادت شیطان هست که اونها مرتکب میشون و در مطلبی گذاشته یادآور شدیم که الله تبارک و تعالی جادو را یکی از موجبات کفر انسان قرار داده. پس این به جادو برمیگرده به جای از اینکه قرآن
خانه بوده باشد. متوجه دقیق این قضیه بوده باشیم و به شکلی که مروج هست باز هم متأکد میشیم که اصل شرعی با این وضعیتی که هست نداره و کتاب‌های خاصی که در این اونها دارن، یعنی باید متوجه اونها باشه، باید بود که این دو اشکال که جدی هستن در اونها نباشه. حتی در آنچه که به نام آیات قرآن میخوانن این مشکل نبوده. آیات کامل هست، حتی بعضی هایشون شیطان اونها را به این وادار ساخته که آیات قرآنی را عکس میخوانن از آخر به و این هم یکی از شاید این کار تو تحریف قرآن باشه، تحریف قرآن کریم است و با امر شیطان هست. شیطان هایی که با اونها مرتبط هستن، یعنی هر جادوگری باید بندگی با شیطان داشته باشه و با شیطان های مرتبط بوده باشد. بدون او امکان نداره که جنیات مأموریت همکاری با او را بپذیرن و داشته باشن از جانب شیطان کبیرشان. پس این مهم هست. به همین اساس حکم کفری از اونها در قرآن کریم در سوره بقره که واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. شیطان ها کفر کردند که به مردم جادو می آموختند. جادو می آموزندند. پس به این اساس کفری از اونها در این بیان شده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و هم حد جادوگر را حد الساحر ضربة بالسیف، حد جادوگر قتل هست چون ضرری بر امت بیشتر است. اما اینها خوب بسیاری از اینها یعنی در این حالتی که هست که پرسنده عزیز پرسیدن، این اشکال در این حالت برای اونها نیست، اما در عام حالت قسمی که در اینجا با نوعی از التجا به شیطان حرکت میکنن، در جاهای دیگر شیطان را استخدام میکنن در پیشبردی جادو بدون یا عمل کرده. اکثر از اونها با اعمال جادویی گرفتار هستن. اما بعضی های هستن که قبلا گفتم به اساس کم علمی و کم اطلاعی سواد خواندن روحانی دارن، بس با اما اساس اینها را میخوانن و از حقیقت او آگاه نیستن. لذا اونها در قضایای جادو و در قضایای دیگری نزد مردم شناخته هم نیستن و دست نشان هم نیستن. اما ناخود آگاه مرتکبی مخالفت شرعی میشوند. اونها شاید از نادانشان معذور بوده باشند و غلط فهمیشن، اما کسانی که از جمله آنها آگاهانه در این مسیر گام میگذارند اونها از رحمت الهی دور هستند. از الله تبارک دعاگو هستیم که اونها را توفیق بده که به مسیر حق برگردند. آمین. تشکر میکنم از شما جناب دکتر. بیننده بعدی آقا محمد از مراغ هستند که سوال کردن آیا کسی میتواند در سجده با زبان دیگری به جز زبان عربی دعا بگوید؟ در مجموع نماز رأی عمومی اکثریت مطلق علمای اسلام هست که زبان نماز زبان عربی هست. از اول تا به آخر نماز باید به عربی خوانده شود و این یکی از اموری است که رمزی از وحدت امت اسلامی را حفظ کرده. اگرچه بعضی علما فتوای دادن به صحت او، اما فتوا در نظر جمهور علما و ائمه مرجوح است و معتبر دانسته نشده. جزاک الله خیر. آقا رضا از دلن پرسیدن که میخواستم بدونم این نظر و نیازهایی که در ماه عاشورا یعنی در ایام محرم میدهن خوردن آنها صحیح هست یا نه؟ نظر و نیازهایی که به نام غیر الله تبارک و تعالی داده می شود جزئی از اعمال شرکی هست و حکم ذبح غیر الله را به خود میگیره و استفاده از اونها و خوردن اونها به هیچ وجه درست نیست، مگر اینکه انسان از گرسنگی به هلاکت بوده باشد. به حدی که او را از مرگ نجات بدهد برایش درست هست و اضافه تر به شکل شکمسیری نه، تا به حدی که او را از یه رمقی بهش از افتیدن و از
به هلاکت یا به مرض گرفتار شدن او را نگاه بکنه. بله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که همسرم کار نمی کند و با قماربازی خرج می دهد. تکلیف چیست؟ در مجموع تکلیف اینجا برمیگرده به تعامل خانوادگی اونها و از الله تبارک و تعالی دعاگو باشه که باید اونها را توفیق بدهد. و موضوعی که اگر یعنی به حد نهایی گرفتار هستن میتونه که با برگشت به خانواده های خود موضوع اصلی که در اینجا هست او را حل بکنن و از این مشکل رهایی پیدا کنن. در عموم آنچه که به حرام به دست میآید و حرام به دست میاد و قمار هم یکی از راه‌های کسب حرام هست که اکثرا اصحاب خود به تباهی میکشنه و بسته خانواده را به تباهی میکشنه. در اینجا باید خانواده دختر و خانواده زن بی تفاوت در قضیه نبوده باشن و یعنی موقف در راه جلوگیری داماد خود داشته باشن. در این موضوع از طریق تفاهمات خانوادگی بهترین راه حلی او هست. اگر امکان پذیر نبود و مشکلی جدی فرزندان و اولاد در میان نبود، راه دیگری او جدایی هست. اما که موضوع که در مرتکب گناه با شخص مرتکب گناه جدایی راه اولی و حل اولی نیست، بلکه این حل نهایی هست، نه حل اولی. و هر کس که مثلا جانب مقابل همسر او مرتکب گناه کبیره می شده باشد، اینجا فیصله و راه حل این است که باید اونها از هم جدا شوند. تا حد امکان کوشش بکنن که مشکل حل بکنن. اگر امکان نداشته باشد و باعث شکست وضع خانوادگی از اونها و وضع حیاتی اونها میشده باشد، اینجا وقتی که تشخیص جز جدایی راه حل دیگری نبود، باز رجوع میکنن به جدایی. ورنه نسخه اولی نیست، بلکه نسخه نهایی هست که زندگی اونها تلخ شد و دیگر راه برایشان برای اصلاح او نبود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی از کرمانشاه پرسیدن که آیا کار کردن در پروژه های سپاه جایزه؟ پروژه هایی که بر ضد اسلام و امت اسلامی نبوده باشد اشکال ندارد، اما آن پروژه‌ای که بر خلاف مسلمان ها استفاده می شود اشکال خود از مورد استخدام و استفاده او میگیرد، نه از اصل پروژه و ارتباط او. به هر حال اجتناب از او بهتر و برتر هست. گرچه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین مزدورکاری های نزد یهود و مشرکین و دیگرهای داشتن، نزد اونها خدمت میکردن و مزد میگرفتن. اما در مواردی که به پروژه بر ضرر امت اسلامی و بر خلاف مسلمان ها استخدام می شود، اونجا همکاری به هر وجه و به هر خصوصیتی که باشد نادرست است. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی باز از کرمانشاه هستند و سوالشون در مورد مختارنامه است، فیلم مختارنامه. گفتن موضوعش آیا این موضوع فیلم مختارنامه کاملا درست است یا نه؟ موضوع فیلم مختارنامه و سریال مختارنامه چیزی است که ما ندیدیم تا به اینکه تشخیص جدی بدیم که چی چیزهایی در او درست هست یا نیست. و در عموم مختار ابن ابی عبید ثقفی با تصویر و تمثیلی که جامعه تشیع از او میکنه برخلاف حقیقت است که جامعه اسلامی او را میشناسد. مختار ابن ابی عبید ثقفی برادر همسر عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه و برادرزاده مسعود ثقفی رضی الله عنه است. یکی از کسانی هست که بعد از شهادت
علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه خلیفه چهارم مسلمان ها به عموی خود توصیه کرد که حسن در این قریه به تنهایی آمده با چند نفره یک گشت به محلی که اونها زندگی میکردن رفته بودن در جریان سفر. برای راهی که کامیابی تو بوده باشد و موفقیت تو حسن را بسته کرده به معاویه تسلیم کن. برای جایزه بسیار عالی برای میسر میشه و دیگر در زندگی خود موفق می باشه. این سابقه اصلی او بود که یعنی یکی از کسانی بود که پیشنهاد کرد که باید حسن رضی الله تعالی عنه تسلیم داده شد، بسته کرده و تسلیم داده شد به مخالفینش. حالا که او چی میشد یا چی نمیشد، اینجا عموی او مخالفت کرد، گفت امکان ندارد که ما نوه رسول الله صلی الله علیه و آله با نوه رسول الله چنین معامله بکنیم و بالای اونها قهر شد. بالاخره این تصمیمی سویی که گرفته بود انجام نگرفت. در مراحل بعدی هم در جریان حسین رضی الله تعالی عنه بود، جزئی از موجودین اون زمان بود و جزئی از کسانی که در عموم محیط و منطقه اجتماعی که حسین رضی الله تعالی عنه با اونجا رفته بود زندگی میکرد، اما به جای در پهلو قرار گرفتن در چیزی از آرای مخالفین بود تا به اینکه بعد از بین رفتن یزید ابن معاویه اختلافات مابینی صورت گرفت و مروان ابن حکم در یک جهت، عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه در مکه و مدینه و حجاز اینجاها بیعت شد و محمد ابن حنفیه هم از نه بیعت کرد و نه مخالفت. گفتم وقتی که همگی با بیعت همه بالای تو بر تو یکی شد ما هم بیعت میکنیم. اینجا مختار ابن ابی عبید جزئی از کسانی بود که در پهلوی عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه بودن و از جانب اونها فرستاده شد به عراق. در عراق مدت به نام عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه مأموریت میکرد تا به اینکه عمل کرده های خلاف شرعی از او صورت گرفت که عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه با اونها او را ملامت کرد و برکنار ساخت. اینجا موقف مخالف گرفت و اعلان کرد که ما نماینده اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم. تا به اینکه و به نام محمد ابن حنفیه و رضای آل بیت دعوت میکرد، به نام از او حرکت داشت و انتقام از قاتلین حسین رضی الله تعالی عنه اینجا ای داستان نزد او شروع شد تا به اینکه مرحله شد که محمد ابن حنفیه رحمه الله پسر سوم علی رضی الله تعالی عنه خواست به مکه بره و اونجا در میان شیعیان خود که گویا در محور مختار جمع شده بودن با اونها در میان اونها بوده باشد. اما زمانی که مختار ابن ابی عبید شخص مکار آگاه شد از تصمیم او، در میان افراد و اتباع خود اعلان کرد که رضای اهل بیت و مهدی اهل بیت، مهدی کسی است که آمد در میان بازار میره و با شمشیر زده میشه و شمشیر در او کار نمیکنه. سبحان الله. شمشیر کاری نمی باشد و در با این تصمیمی از بین برداشتنی محمد ابن حنفیه رحمه الله را گرفت. وقتی که از این ماجرا محمد ابن حنفیه رحمه الله خبر شد، دیگر از رفتن به کوفه منصرف شد و با جایی که به دست مدعی محبت دروغین خود کشته شود، در حرمین معزز و مکرم زندگی کرد. با اونجا نرفت و اعلان براءت خود را از
از او اظهار کرد. در کل اهل بیت هم از دست او در امان نبودن. بله حیله بود. بله. حیله ساخت که اصلا میخواد به نام اهل بیت، بله، به نام اهل بیت چند تا مردمان ناآگاه را در محور خود جمع بکنه و برای خود یک قدرت تشکیل بده. چند روزه حکمرانی بود تا به اینکه مرحله به این رسید که خود ادعای نزول وحی میکرد. حتی فرزند ابراهیم ابن مالک اشتر، مالک اشتر معروف است نزد شیعیان و ابراهیم فرزندش است، اونها روزی آمد تکیه بالشت اونجا گذاشته بود، گفت اگر بالشت فعلا اگر جبریل از بالای برخاسته نمی بود به خودت تقدیم میکردم، زیر پای خودت میگذاشتم. یعنی دعای وحی میکنه دیگه. بله. اما و امثال ای که به او از او ظاهر شد، خود ابراهیم که یکی از کسانی بود که به اساس انتقام خون حسین رضی الله تعالی عنه با او یک جا شده بود، همین افراد دوباره در پهلوی مصعب بن زبیر رضی الله تعالی عنه برادر عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه یک جا شدن و ای را به اساس ادعای وحی که کرده بود برخلاف ای قرار گرفتن و ای از بین برده شد و هلاک شد. و در اینجا نکته است که او مهدی به اساس ادعای خود محمد ابن حنفیه را میدانست، نه شخص دیگری را، در خلاف آن چیزی که شیعیان تصور دارند. بعد از او مختاری ها که یکی از گروه های شیعیان افراطی و منحرف بودند، ادعای انتقال همین مهدویت به هاشم پسر محمد ابن حنفیه مدعی شدن. بالاخره گروه از مغیره ابن سعید که خود در ما بعد مدعی نبوت شده بود، او هم یکی از شاخه‌های مرتبط به همین بود. یعنی در نهایت یک شخصی که در اول به نام محبت اهل بیت ظهور کرده بود و خروج کرده بود و بالاخره هدف به آرمان خود که رسید، پلان قتل سردار آل بیت که در او زمان یکی از سرداران آل بیت که پسر سوم علی رضی الله تعالی عنه بود، پلان قتل او را بعد شکل دسیسه‌ای گرفت و بعد از اینکه در اون ناکام شد خودش ادعای نزول وحی به خود را میکرد و چیزهای خرافاتی دیگری زیادی داشت که با او رو آورده بود و چیزی از خرافات اهل کتاب و غیره به خود گرفته بود. و به اتفاق علمای اسلام یکی از مختاریه یکی از گروه های غالی تشیع رافضی و کسانی هستند که به سرحد ادعای نبوت برخلاف تعلیمات اسلامی رسیده بودند. بله، پس پرونده درخشانی نداره ظاهرا این شخص کلا در طول تاریخی که مرور شده و این فیلم هم در حالی که اونو یک شخص قهرمان نشون میده. بله، همین قسمی که ما داریم آقای خمینی در طول مدت بیش از 30 سال شخصیتی بسیار بزرگوار معرفی شده، اما در کتاب خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یک خائن در تبلیغ رسالت و یعنی تحریفگر قرآن کریم و قرآن ساز معرفی میکنه. یعنی یک از مشکلات کسایی است که به نام اهل بیت میخواهند به اهدافشون بر ضد اسلام برسن. بله، جزاکم الله خیر جناب دکتر. زمان ما نیز تمام شد، وقت برنامه، و تشکر میکنم از شما بابت این وقتی که ما دادین و از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا الان ما را تحمل کردند و وقت تموم شد. انشالله تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ میسپاریم و تا یک دیدار دیگر خدا نگهدار شما.